در هوای جان ما آمد حضور، شاه آمد پیشوا با شان و نور، قلبها را سبز پوشی مهر کرد، بر نگاه ها ریخت آهنگ و سرور. آمدید خوش آمدید ای جان ما، بهترین والاترین مهمان ما. در ادامه سفر کاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به خاطر شناسایی با وضع زندگی مردم افتتاح یک قطار انشاءات بخش‌های معارف و صنعت و سیاحت و کشاورزی به ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان تشریف آوردند. در فرودگاه موقتی ناحیه پیشوای معظم ملت را ساکنان کسب و کار گوناگون و جوانان فعال صمیمانه و با اخلاص و مهر بی‌اندازه استقبال گرفتند. السلام ای پیشوا، ای رهنما، خوش آمدی. السلام ای در دل و در دیده جا، خوش آمدی. با فرح بکشاده آغوش وفا و مهربار، با هزاران پیک شادی و صفا، خوش آمدی. باش عمره سرفراز و افتخاری تاجیکان، در تمام روی عالم ننگ و آری تاجیکان. پاسداری نام ملت، پاسداری این وطن، از خود اومد هر کجا خندد بهاری تاجیکان. اساسگزاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، به ناحیه زیبا منظر مومن‌آباد خوش آمدید. ای سروری ما خدا مددگاه رد باده، ای اقبال دو اینه کی ما یارد باده. مطلب توی آبادی وطن بود، مطلب توی فتح و ظفر و کشایش در کارت باده. فتح و ظفر و کشایش در کارت باده. ای سرور و ای رهنما، ای شاهی ملت پیشوا، بر مومن آباد آمدی در ملک خزان مرحبا. ای سرور و ای رهنما، ای شاهی ملت پیشوا، بر مومن آباد آمدی در ملک خزان مرحبا. خوش آمدی ای پیشوا، ای در دل و در دیده جا، خوش آمدی ای پیشوا، ای در دل و در دیده جا. ای سرور و ای شاهی ملت مرحبا، ای سرور و ای رهنما، ای شاهی ملت مرحبا. اساسگزاری وحدتی یگانه‌ای و پیشوا، چو تکیه‌گاه قلب‌ها امیدی ما، پناهی ما، میان خلق معتبر و رهنما و راهبر. شهامتت برش‌ها رسیده است شاهی ما. خوش آمدی پیشوا، ای در دل و در دیده جا، ای سرور و ای رهنما، ای شاهی ملت مرحبا. خوش آمدی پیشوا، ای در دل و در دیده جا، ای سرور و ای رهنما، ای شاهی ملت مرحبا. دشت و دمن گل کرده است، باغ و چمن گل کرده است، اندر قدوم پیشوا چیل
خوش آمدی پیشوا در دل و در دیده جا سرور و رهنما شاهی میلاد مرحبا پس از استقبالی با شکوه سرور دولت محترم امام علی رحمان با جوانان و فعالانی که در فرودگاه موقتی نویه مومین‌آباد با پیشواز پیشوای معظم ملت آمده بودند صحبت آزاد و صمیمی انجام دادند. ضمن صحبت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای پذیرایی گرم و صمیمی به ساکنان نویه اظهار منتداری نمودند. همچنین ضمن صحبت آزاد و صمیمی اید به تربیت درست نورسان و جوانان، آموختن علم و دانش‌های زمانوی، از خودکنی هنر و استعداد و آموختن زبان‌های خارجی به جوانان و فعالان نویه مصلحت و دستورهای مفید دادند. ساکنان در نوبت خود به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای دستگیری و غمخوری همیشگیشان، آبادی و آسودگی کشور و اوج کارهای آبادانی و سازندگی در نویه مومین‌آباد اظهار منتداری نمودند.